سوال 12 ساده شده عبارت مقابل کدام است؟ این عبارت رو به دو شکل میشه انجام داد. یا اینکه صورت رو جدا انجام بدیم، مخرج هم جدا مخرج مشترک بگیریم و انجام بدیم. یک راهش هم اینه که این صورت کسر اتحاد مزدوجه. اتحاد مزدوج جمله اول میشه A منهای یک ایوم در A به علاوه یک ایوم. مخرجم خب A به علاوه یک ایومه. این با این ساده میشه، حاصل میشه A منهای یک آم. خب حالا این تو گزینه ها نیست. این تو گزینه ها الان نیست. یه مخرج مشترک با اینو بگیرم، یه مخرج یک به این بدم. بین یک و آ مخرج مشترک آ. آ ضرب در آ میشه آ2. یک ضرب در یک هم خب میشه منفی یک. که این میشه حاصل عبارت اینجا. خب جواب تو گزینه ها نیست. حالا دیگه البته این فرمی داده ولی خب اینجا به اضافه است. پس این میشه جواب سوال. تو گزینه ها نبود دیگه. یه راه دیگه هم میتونستی بیای مثلا اینجا مخرج یک به این بدیم، روش دوم رو بگم. مخرج مشترک بگیریم میشه A2. این چون در A2 ضرب شده صورتش میشه A4. بعد اینم خب خودش میشه منفی یک. این حاصل صورت. حاصل مخرجم اینجا میشه A مخرج مشترک بگیریم یک، این در A ضرب شده صورتش میشه A2. اون یکی هم که خودش نوشته شده به این فرم. حالا این تقسیم بر این یعنی A4 منهای یک به روی A2 تقسیم بر A2 به علاوه یک به روی A. خب کسر اول که تقسیم دیگه باید به ضرب تبدیل کنیم. البته اینو میتونم تجزیه کنم بنویسمش A2 منهای یک در A2 به علاوه یک. مخرج A2 ضرب در اینم جابجا کنیم بره بالا، این A2 به علاوه یک هم بیاد پایین. بعد این با این ساده بشه، یه A هم با این A ساده بشه، حاصل میشه A2 منهای یک به روی A که از راه دوم هم همین جواب به دست اومد ولی خب تو گزینه ها نیست. به احتمال زیاد این مخرجش یه A بوده که یادمون رفته بذاریم. بس این بشه گزینه صحیح.